ما در وزارت صنعت و تجارت متعهد هستیم و در عموم امارت متعهد است الحمدلله تا زمینه های لازم را برای تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار فراهم نماییم. در این راستا ما سرمایه گذاران ازبکستان دعوت می نماییم تا در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های زراعت، صنایع پروسس و محصولات زراعتی، تولید و انتقال انرژی، صنایع تولیدی و تبدیلی و سکتور صحت و دوا سرمایه گذاری نمایند. علاوه افغانستان دارای ظرفیت‌های قابل ملاحظه در بخش صادرات میوه‌جات تازه و خشک، پنبه، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد که می تواند بازار مناسب در جمهوری ازبکستان پیدا کند. در مقابل افغانستان می تواند نیازمندی‌های داخلی خود را از کشور ازبکستان در بخش‌های سمنت، ادویه‌جات، محصولات نساجی و غیره محصولات را به قیمت و کیفیت مناسب تامین نماید. این تبادل متوازن تجارتی نه تنها به تقویت روابط اقتصادی کمک می کند بلکه زمینه ایجاد زنجیره‌های همکاری پایدار میان سکتور خصوصی دو کشور را نیز فراهم می سازد. همچنان ما باور داریم که گسترش همکاری‌های ولایتی میان افغانستان و ازبکستان به ویژه از طریق هیئت‌های متقابل ولایات می تواند نقش مهمی در توسعه تجارت محلی و ایجاد شراکت‌های پایدار ایفا نماید. برگزاری نشست B2B فرصت بسیار خوبی است تا تاجران دو کشور به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو نموده زمینه‌های همکاری را شناسایی و توافقات عملی را شکل دهند. ما امیدواریم که این نشست‌ها به امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشخص تجارتی منجر گردد. در پایان یک بار دیگر از حضور هیئت محترم جمهوری ازبکستان در افغانستان تشکر نموده اطمینان می دهیم که افغانستان به عنوان یک شریک قابل اعتماد آماده گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی با آن کشور می باشد. امیدوار هستیم این نشست گام دیگری در جهت تحکیم روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان بوده و نتایج عملی و پایدار برای سکتور خصوصی هر دو کشور به همراه داشته باشد. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و سایر المسلمین و من الله توفیق. از توجهتان خیلی تشکر. از جناب ولی محترم، سفیر صاحب محترم تشکر میکنیم. جزاکم الله.